چند حدیث در فضایل و خصوصیت روزه ماه شریف رمضان از سلمان فارسی روایت است. پیغمبر علیه السلام بگاهی آخر ماه شعبان ما را خطاب کرده گفتند: ای مردم، بالای سری شما ماه بزرگ سایه افکنده است، ماه مبارک، ماهی که در آن شب است بهتر از 1000 ماه. خداوند روزه داشتن این ماه را فرض گردانیده است و شب زنده‌داری را در این ماه نافله و سنت دانسته است. کسی با عمل نیک در این ماه به سوی الله تعالی نزدیکی جوید، مانند کسی است که در دیگر ماه‌ها فرض را ادا کرده باشد. اگر فرض را ادا کند، مثل کسی است که 70 فریضه را ادا کرده باشد. ماه رمضان ماه صبر است و جزای صبر جنت است. ماه رمضان ماه غمخوری و دلسوزی بر گرسنگان و محتاجان است. ماه رمضان ماهی است که در آن رزق مؤمنان زیاد می شود. هر که در این ماه یک روزدار را افطار دهد، گناه‌های او آمرزیده شده از آتش دوزخ آزاد می گردد. هر کسی در این ماه یک روزدار را سیراب نماید، الله تعالی او را از حوضه کوثر سیراب می کند که دیگر هرگز تشنگی را نمی بیند. رمضان ماهی است که اولش رحمت است، اوسطش مغفرت و آخرش آزادی از آتش دوزخ. اولی شب رمضان درهای آسمان و درهای جنت گشاده می شوند، درهای دوزخ بسته می شوند، شیطانها زنجیربند کرده می شوند. هر کسی که این ماه را همچون رکن ایمان و وظیفه مسلمانی با امید ثواب روزه دارد، گناه او آمرزیده می شود. کسی یک روز رمضان را فوت کند، تمام حیات روزه دارد، تدارک نمی کند. روزه خاصه عبادت رحمان است و برای روزه الله تعالی ثواب و برکت به حساب می دهد. آمده است سحر خسته طعام خورید، چونکه در سحرخیزی برکت است. فرق میان روزه ما و روزه اهل کتاب سحرخیزی است. همیشه مردم دست به خیر و برکتند مادامی که سحر خیزند و افطار را شتاب نمایند. در حدیث سلمان فارسی چنین آمده است: کسی که پیش از صبح نیت روزه نکند، نیست روزه مر او را. جناب پیامبر پیش از نماز شام با 3-4 دانه خرما روزه می کشادند. اگر خرما نمی بود، با چند قلط آب. پروردگار عالم روزی عید رمضان نمازگزاران را خطاب کرده می گویند: هر حاجت از دنیا و آخرت دارید بپرسید، به شما می دهم. پس مردم از نماز عید رمضان بر رضای او تعالی و مغفرت شاد و خرم به خانه ها باز می گردند. مسلمانان صدر اول اسلام از صحابه کرام به ماه رمضان اهتمام خاص می دادند. از خداوند می خواستند که آنها را تا ماه رمضان زنده نگه دارد، تا اینکه بتوانند این ماه پرفیض را روزه بگیرند و با قدوم رمضان خوشحال می شدند. روزهای آن را روزه و شبهایش را با نماز شب و تلاوت قرآن زنده نگه می داشتند. در این ماه با انجام انواع عبادت ها نفس خود را پاکیزه و پاک می نمودند. همگان می دانند که ماه رمضان ماه تنبلی و بسیار خوبی نیست و از صبح بر وقت تناول می کنند، صبحانه می خورند و تا فرو رفتن آفتاب نفس خود را نگه می دارند. ماه رمضان ماه عبادت است. باید این ماه پربرکت را گرامی داریم و این فرصت را غنیمت شماریم. این روزها را با انواع عبادت و طاعت از ذکر و تلاوت سپری نماییم. قبل از هر چیز باید به سوی خدا برگردیم و خالصانه از تمام گناهان توبه نماییم. در ماه شریف رمضان تمام اعضای بدن ما باید روزدار باشد
ба тавре ки забон аз ғайбат ва суханчинӣ, каломи зишт, чашм аз нигоҳ ба маҳрам хеши наздике ки бо вай никоҳ ноиз шумурда намешавад, дасту по аз анҷом додани аъмоли ноҷо нигаҳдорӣ карда шуда ва рӯзадор бошад. ماهی رمضان آمد، فیض به جهان آمد، زین مه به مشامیدی بوی زجنان آمد، زین مه به مشامیدی بوی زجنان آمد. ماهی رمضان آمد، فیض به جهان آمد، زین مه به مشامیدی بوی زجنان آمد، زین مه به شامیدی بوی زجنان آمد. این ماه مبارک باد، این ماه مبارک باد. جان و دلی ما را رفشنگن و درمان است. این ما شدم ساز است، درهای جنان باز است. این ماهی مبارک را صد حکمت و صد راز است. این ماهی مبارک را صد حکمت و صد راز است. این ماه مبارک باد، این ماه مبارک باد. جبریل زی فلک آید، با خیلی ملک آید، در این مهی فرخنده به شبه و شک آید. بستند شیاطین را اعدای دل و دین را، گر طالبی خیری تو از دست مده این را، گر طالبی خیری تو از دست مده این را. ماهی رمضان آمد، فیض به جهان